درود بر شما. سال نو مبارک. ایام تعطیلی ابتدای سال بهترین فرصت برای ارزیابی عملکرد مرکز درمانی شما در سال گذشته است. در این پست قصد دارم با طرح 3 سوال سرنخ‌هایی رو برای این ارزیابی مهم خدمتتون ارائه دهم. سوال اول: مشتریان شما در سال گذشته چه کسانی بودند؟ از نظر شغلی و موقعیت اجتماعی، از نظر تحصیلات و سطح فرهنگی، از نظر سنی و جنسیت و از نظر موقعیت جغرافیایی. سوال دوم: مشتریان شما در سال گذشته چطور شما را پیدا کردند؟ از طریق جستجوی اینترنتی و یا شبکه‌های اجتماعی، یا تبلیغات سنتی و یا بازاریابی دهان به دهان؟ و سوال سوم: مشتریان شما در سال گذشته چرا شما را انتخاب کردند؟ شاید چاره‌ای نداشتند جز اینکه شما را انتخاب کنند، یا نه به خاطر ارزش پیشنهادی هایی که ارائه کردید و یا به خاطر شهرت و اعتبار خوب شما. با طرح این 3 سوال می توانید نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید و برای تقویت برند خود برای تک تک مواردی که عرض کردم برای سال جدید برنامه‌ریزی مدونی داشته باشید. موفق باشید.